اومدیم اینجا چک کردیم، ایراد از خاموش کن بود. دوستان عزیز، ما اینجا 3 تا سیم داریم برای خاموش کن. یکی منفی، یکی برق ثابت، دومی هم برق لحظه‌ای میشه گفت که فابریکن رو دستگاه هیوندا با همون سویچ باز کردن صدای خاموش کنو شنیده میشه و عمل میکنه و به سمت روشن پمپو میکشه. بعد بعضی وقتا میبینی بعضی از دستگاه ها با رله کمکی استارت میاد، مثلا مثل زوم لاین میشه گفت که یه دیود هم تو مسیر داره برای نش نکردن برق یا برگشت نخوردن برق رو به عقب و نگه داشتن خود خاموش کن.